توی آستین کلته و سری لوج نماز خواندن درست است، خصوصا برای استودنت ها. خب و با کلاس سالان نادرست است. و پرگی جواب میپرسم از شما. با کرتی آستین کلته نماز خواندن، با سری لوج نماز خواندن هیچی در اسلام باقی ندارد. پیغمبر خدا سری لوج نماز میخواندن، صحابه رسول اکرم سری لوج نماز میخواندن. بنابر همین اصلی در نماز پوششی سطر کی فرض است و عورت الرجل من تحت سرته الى تحت رکبته، که همون مختصر خانه نمیدانه که از ناف تا زیر زانو پوشیده باشد، دیگر تنم لوج باشد، سرم لوج باشد، نماز درست شده میگیرد. فقط بعضی فقها خدا رحمتشان کنه مثل صاحب خونی دیگر و یستحب ان یصلی بثلاثه اسباب، مستحب است میگن نمازخوان نماز به سه لباس خواند، یکی به ازار، یکی به کرته، یکی به جیلک. از بالای کرته ریدا در عرب ها همین سه لباس مستحب گفته است. یعنی مستحب عبادت است که همه این فقه قاعده نمیداند که کنی ثواب میگیری، نکنی گناهگار نمیشی. مستحب همه ملای که علی بری کرتی آستین کلته سخت میزن اویا تعریف مستحب هم تو میخونن در فقه کیدانی که کتاب صحیح بخاری چون اویا ملای مرادی صحیح بخاری رو قبول نداره، فقه کیدانی رو قبول داره، فرض انقطی. خوب اکن برای موسفیدا مایلش ساله بندن خوب است. رسول اکرم امری به بستنی ساله کرده. ساله البته هم زیباگی است، هم هیبت است، هم انشاءالله در بعض روایات 2 رکعت نمازی به ساله که صاحب مسلک صلات مسعودی گفته اگرچه این حدیث موضوع است، 70 رکعتی به ساله را ثواب شو دارد. پیغمبر خدا ساله بستید. من خواهش میکنم از موسفیدا که ساله بندن، یعنی که ساله زیباگی شان است، ساله هیبت شان است، ساله نورانی شان زاید میکنن، نورانیت شان، ساله بندن. اما برای بچه های یاشی اونها خاصری لوج نماز میخوانند، خواه با گلستوک نماز میخوانند، خواه با کرتی آستین کلته نماز میخوانند، نماز اونها برابر دم ساله دارا قبول است. آخر شما من بیت الله روید، فقط مسلمانی در همین تاجیکستان ما نیست. الحمدلله امروز 1.5 میلیارد مسلمان در دنیا، هم میویان لا اله الا الله میگویند، هم میویان نماز میخوانند. شما چشماتون کشه تلویزیون امروز پرابلیس که انتن برآمده است، انتنای ماهواره‌ای اردو رو نشان میدهد، ترکیه رو نشان میدهد، پاکستان رو نشان میدهد، همه جا ببین مسجدها هم نماز میخوانند با سر لوچ، با موی سرو، با کرتی آستین کلته. اگر نمازهای و قبول نمیشود. این گپی که صاحب مختصر گفته است خدا رحمت کند و کشف راسه الا تذللا، گپی اون کسی یک گپی مجتهد است و یگان حدیث دلیل ندارد. من همه ملاها خوشم همه شرح مختصر جستجو کنند، همه عبارت مختصره و کشف راسه من خواندگی هستم چه نویا شرحاش بینند، هدایه رو بینند دیگه. یگان شرح شکان که در زیر همه یک حدیث از رسول اکرم آمد است که سری لوج خواندن مکروه است، حدیث بیارن من به رأس واقعا قبول میکنم. دیگه یگان حدیث ندارم، یگان دلیل ندارم. خوب صاحب مختصر خدا را از بخارا است، آخر بخش علمای بخارا همه تاقی سری لوج اینه سلق گشتن بخش عرف داشتن، ادانه داشتن، بنابر عرف خوشان خود حضرت در نظرشان که بیکار متاف سری لوج حضرت مکروه است. با همون هم دوامش الا تذللا دارد. اگر رفت و سری لوج خواندن به خاطر خاکساری و تواضع باشد چگونه که من در احرام هست، حتی وای مستحب است. حضرت امام اعظم رحمت الله علیه عبارت خوش است که مستحب است نماز خواندن با سر لوج وقتی که برای تواضع باشد. این خودی سخن امام اعظم است، اگر با کشف رأسی گپی صدر شریعه باشد. بالا این در مشکات 5 حدیث است در باب سطر که رسول اکرم سر لوج نماز خواندن. حضرت عمر ابن ابی سلمه که فرزندی رسول اکرم است، یعنی ما این پسری که از قفای زنشان همدگی بود، در خانه پیغمبر خدا کلام شدگی بود. راوی حدیث است همون کس میگه من خانه مادرم ام سلمه درآمدم، پیغمبر خدا را دیدم که یک ردای تنها قطعی
نماز خواندی ایستاده است، در بدنشان پیچاندگی، یک طرفش بالای کتف راست، طرف دیگرش بالای کتف چپش، هر دو دستای مبارک لج بودن از آرنج، سرشان لج، نمازخوانی داشتن. حدیث صحیح هستیم، حدیث بخاری هستیم. حضرت جابر رضی الله تعالی عنه جهلکشان و سلشان کشال بود در میخ، نماز خواندن با سر لج، با تک یک ازاری تا قد، کرتشان هم نبود، از نافشان پایان ازار بود، تنشان لج، نماز خواندن جهلکشان کشال. بعد نماز خواندن پس همین مولای ما باریم مختصر خان گفت که یا جابر اتصلی فی ثوب واحد و ثیابک موضوعة علی المشیه. حضرت گفتن جابر شما هم یه ازاری تا آخر نماز بخونه. جهلک تو لیرانی احمق مثلک، من برای همین هم تو خانو که تو باری احمق مختصر خواه بینه که نماز با یه ازاری تا قم درست بشه. بنابرای عزیزان من آخی همه این در مختصر نیست. او گپی که ملا حکمت الله در او نامه با یاراش نوشته است و یک گپ جاهلانی احمقانه است که به شاگرداش تاکید کرده که فرض عین 4 کتاب و مختصرش چیزی که در هوای ازوای بیرون نخوانده او نگاه هم وای احمق است. آخر علم با 4 کتاب پیش نمیرد. امروز آسمان برآمدن دشمنای خدا. علم به خواندن و به تفسیر خواندن و به حدیث خواندن و به چیز پیش میرود. دیگه من همون نامه رو خواندم، با اون کس که اخلاصم هم کم بود از سرش، با همون نامه رو خواندم یک بار یک گرده کم بود ویش هم تمام شد. بخواد که انسان به علم قدر دشمن باشد، بخواد که انسان به آخی مذهب شافعی هم حق است، مذهب حنبلی مالکی هم حق است. چی ضرورت اگر کتاب میخوانیم ما از دین براریم؟ چی کم بودی دارد باید؟ اما اگر تفسیر زلال خانی بیدار میشوی، مسلمانی بیدار میشوی، ضرر میکنی، یا که مسلمان هم مسلمانی یخ کردی مرده است. نبا ما شما بچه ها خواهش میکنم که این ملا رو گپاشان نگیرید. عصر 21 شده است، عصر بیداری است، عصری از خواب غفلت خیستن است، عصری با چشم کشا دنیا رو دیدن است. دیگر شما میخواهی که شناسه که دشمنان اسلام به مقابل شما چی توطیه ها دارند، امروز تفسیرها رو خوانید، امروز کتاب های نشر میشنگی رو خوانید. بسری لوز نماز خوانده هیچی باقی ندارد، کرتی آستین کرد نماز هیچی باقی ندارد. پیغمبر خدا چی را برای ما من کرده همش معلوم است. بنابراین شما وقتی که در دانشگاه میخونه بچه های خوش رو از درس که برآمدید با همون فرمی دانشجوییتان، کدام فرمی که باشد، طهارت کنه، مسجد روی، نماز در پیشگاه پروردگار، والله برابر در ملای سلادار عبادت شما را خدا قبول میکنه. خداوند به صورت ظاهری نگاه نمیکند، خداوند به ایمان و به غیرت نگاه میکند، به همت بندش نگاه میکند. همین هم گپ شد 4 کتاب و فرض عین مختصرش عربی تفسیر گفته چی خانه جلاله. جلاله چی میتیاد؟ جلاله غیری ترجمه تحت لفظی هیچی نمیتیاد. لا یسمن ولا یغنی من جوع است. بنابراین خدا نگاه داره حکمت الله در قرآن اما آیت های جهاد خانه غیر این بالاش لطه میپرتاده، کاش که همه آیت ها نمیشه در قرآن. بعد خواندن همون نامه بیاران یک گردک اخلاص هم داشتم ویش هم تمام شد. ما با اون کس که هم درسیم هر دم استاد، ما یک استاد است و هم 20 سال خوانده باشم، اونم 16 سال پیش هم استاد خوانده هستم، لیکن از بیغیرتی شد، از مرددیلی شد، از سوس ارادگیش من به او اخلاص ندارم. و این بجایی نمیگم، در پیش محفل ده باش، در پیش هم میگم. سوال درباره عزت و احترام پدر و مادر از فرزند و احترام زن و شوهر به این مسئله از شما خواهش میکنیم پرتر فهمانید. خوب در این مسئله هزارها صحبت کردی هستیم انشاءالله. خوب اندک که به خاطر که اینجا آمدیم